این سخنها را دانه به دانه گرفته به نزد زنهای خود، به نزد خواهرهای خود، به نزد کلینهای خود، به نزد همون گویم خواهرکایی که امروز شوهر دارند برای آنها رسانیم که حق شوهر چیست. حبیب خدا می فرماید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها و اعظم الناس حقا علی الرجل امه. حبیب خدا می گوید ای طایفه زنها، ای زنهایی که امروز صاحب شوهر هستین، خطابه به سوی زنهای صاحب شوهر هست. ای زنهایی که شوهر دارین، فراموش نکنین که بزرگترین حق بالای شما حق شوهر است. از همه بزرگترین حق بالای تو حق شوهر است. حتی حق پدرت نیست، حق مادرت نیست، حق معلمت نیست، حق داملای محلت نیست، بلکه حق شوهر بالای تو میستد. از همه این حق ها دیده بالای تو اولین حق شوهر دارد. از این خاطر باید حق شوهر را پایمال نکنی. مادامی که حق شوهر را که پایمال کردی، خداوند این گونه غضب ها دارد. به خاطر یک گویم چند مبلغ یک حیات شیرینی که در بین شما چندین سال دوام داشت امروز کنده شد. به خاطر چی؟ به خاطری که تو حق شوهر را رعایت نکردی، تو با شوهر معامله خوب نکردی. من باوری دارم که بسیار عیبها امروز از جانب خواهرهای ماست، بسیارش. اگرچند در این بین جوانهای بد اخلاق هم وجود دارد، اگرچند در این بین مردهای گویم ظالم و مردهای نادرست فهم هم وجود دارد، لیکن اکثریت از جانب خواهر دخترها، اکثر عائله ها ویران می شود. این چنین همین خواهرم اگر من تفتیش کنم میایم باور کن به خلاصه ای که همین خیلی گویم که یک درد دل همون شوهر را بیدار کرده است که شوهر این آدم دو بار روی هم طلاق داده است. این خیلی در این جگان جنجال و خیلی گپ‌های نادرست از جانب این خواهر ما صدا دادگی هست. و این خاطر فراموش نکنیم که باز میگویم که بزرگترین حق بالای هر یک دختر شوهردار حق شوهرش میزد. حتی اگر مادر یا پدر حقوق ندارد که زن به اجازت شوهر خانه خودشان برند، خانه ای که 18 سال تربیه کرده است یا 20 سال در همون خانه تربیه کرده است، به اجازت شوهر دستی او را گرفته خانه بردن نمیتواند. این از حکم شریعت. حضرت عبدالله ابن عمر خدا رحمت و مغفرتش کند، یکی از راویای خیلی زیادی حدیث پیغمبر از 1630 حدیث حبیب خدا را عبدالله ابن عمر ابن الخطاب بچه حضرت عمر روایت کرده است. و حضرت میگوید که حبیب خدا گفتند یا معشر النساء. ببین یک طایفه زنها، یک گروهی خیلی زنها زیاد بود، حبیب خدا به نزد این زنها را گفت یا معشر النساء، ای گروه زنها، تصدقنا و اکثرن من الاستغفار، ای جمعیت زنها بسیار صدقه کنید و بسیار استغفار به سوی پروردگار کنید. حبیب خدا به زنها گفت صدقه زیاد که گپ نزنید، صدقه زیاد کنید و استغفار به سوی پروردگار کنید. فإني رأيتكن اکثر اهل النار. حبیب خدا گفت زیرا که من در دوزخ اکثر اهل دوزخ دیدم از طایفه زنها بود. حبیب خدا در شب معراج میگوید اکثر اهل دوزخ من در دوزخ دیدم همه زنها بود. از این خاطر شما صدقه زیاد کنید و به سوی پروردگار زاره و تولای زیاد کنید. قالت امرأة منهن ما لنا اکثر اهل النار. در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتن؟ میگه یک زن از بین این طایفه خیست و گفت ای حبیب خدا اکثر اهل دوزخ زنها بود؟ گفت بله اکثر اهل دوزخ زنها بود. برای چی اکثر اهل دوزخ زنهاست؟ از حبیب خدا پرسید. حبیب خدا چی گفت؟ تکثرن اللعنه و تکفرن العشیر. زیرا شما گفت ای خواهر دخترها دو عیب دارین، گفت لعنت بسیار میگوین
و این شوهری که بهترین نعمت است حق این پایمال بکنید. به این خاطر شما اکثر اهل دوزخ تشکیل دهنده از همین خاطر است که لعنت زیاد میگوید، ولی بسیاری زنهای شوهردار به سوی فرزند خودش لعنتی میگوید یا پدر لعنت میگوید که پدر او شوهر این است. حق بزرگ دارد، بالای او چی میگوید؟ لعنت بر پدری تو. شما لعنت زیاد میگوید و تکفرن العشیر. حبیب خدا گو حق شوهرها را تو را پایمال بکنید. از این خاطر اکثر اهل دوزخ از طایفه زنها دیدم. حضرت علی را هم حکایش است، میگه دخلت انا و فاطمه على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدناه بكاء شدید. ببین یبکی بکاء شدید. حضرت علی میگوید بار با همراهی دختری حبیب خدا فاطمه. شما میدونید که حضرت علی داماد حبیب خدا بود، شوهر فاطمه دختر دوستدار حبیب خدا بود که میگوید در چهره از حبیب خدا هیچ دیگرگونی نداشت، بنیاد با حبیب خدا مانند بودم. میگوید بار دست فاطمه را گرفتم و خانه خسوری خود پدر یعنی فاطمه حضرت رسول اکرم آمدم و وجدناه یبکی بکاء شدید. آمدم که مثل کودک گریه دارد، بسیار یک گریه سخت داشتند. فقلت یا رسول الله فداک امی و ابی. حضرت علی میگوید وقتی گریه حبیب خدا را دیدم خیلی ناراحت شدم، فکر کردم از دست یگان نصرانی باشد، از دست یگان یهودی، یگان رنجش در حبیب خدا پیدا شده باشد. گفتم ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو بود، ما الذی ابکاک؟ چی شد که تو اینقدر گریه داری؟ حبیب خدا گشته و به جانب فاطمه و جانب علی چی گفتن؟ گفتن زمان همون شب معراج یادم آمد، شبی که حبیب خدا پیش خداوند رفته بود، سیر جنت و سیر دوزخ کرده بود. گفت همون زنهایی که در عذاب دیدم همونها پیش خاطرم آمد، دیگر هیچ طاقت ایستادن نکردم، برای زنهای امتم گریه میکنم. فاطمه وقتی که نام زنها را که شنید در حال از حبیب خدا پرسید ای پدر عزیز، گفت چگونه زنها دیدی و چگونه عذاب دیدی؟ خواهرای عزیز انشاءالله من باوری دارم این صدای من شاید به گوش اونها رود، این سخن حبیب خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروهی را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق اونها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته میشد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان براستی سینه ها آمدگی و دستها در پس سر بستگی، ما را کشتم اونها را عذاب میداد. چهارم طایفه که دیدم فقط از سینه ها کشال بودن. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوک بود، بدنها بدن خر بود. لیکن هفتم طایفه که دیدم همگی زنها مثل سگ بودن. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب میدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالند، اینها دخترهای هستند که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که رویمال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنند مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینا همون طایفه های هستند که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادن. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردن. گفت دویم طایفه که از زبان کشال بودن. فاطمه میپرسد اونها چگونه بودن؟ حبیب خدا گفت اون زنهایی که از زبان کشال بودن و در حلق اونها زقوم و زرداب دوزخ ریخته میشد، زنهای بودن که با این زبان در دنیا شوهرها را آزار میدادند، با شوهرها جنگ و جنجال میکردند، شوهرها را لازم میشد دهن اونها گفتن نام میبردن. امروز جوانای ما اونقدر با ایمان شدن که از من سوال میدهد
اگر زن گوید که در دهنت فلان کنم طلاق می شود یا نمی شود؟ من میگم همین معامله را کی کرد؟ نگاد عائله من بر من کرد. تو چی؟ من طاقت میکنم و صبر میکنم و زندگی با این زن میکنم و این زن را تربیه میکنم. ببین این از زبان جوانهایی که امروز الحمدلله گویم که ایمان کامل دارن، از زبان همون جوانها صادر میشود. همین زنهایی که از زبان آویزانند، زنهایی بودند که در دنیا شوهرها را آزار میدادند. شاید این صحبت من با یگان طایفه زنها نفارد، لیکن همون زنها ایستاده همین سخن پیغمبر خدا را کمی مقایسه کنند که آیا کدام مرد میخواهد که زنی او را آزار دهد؟ کدام مرد میخواهد؟ همه وقت مرد میخواهد که زن او را نوازش کند، سخن خوب گوید، برای طعام خوب پزد، برای او لباسهای او را تازه کند، برای این شوهر دادر و پدر و مادر را احترام کند. همه شوهر اینا میخواهد. دویم طایفه ای که آویزان بودن از زبانها زنهایی بودن که چی بوده است؟ شوهرها را با این زبان آزار میدادند. فاطمه میگوید پرسیدم ای حبیب خدا، زنهایی که تنها از سینه ها کشاف بودند اونها چه عذاب داشتند؟ گفت اونها از چشم شوهر در خلوتی زنا میکردند، شوهرها را که دور میدیدند در حال زنا را برپا میکردند، با مردهای دیگر رفت آمد میکردند. از این خاطر این زنها را خداوند از سینه هاشون آویزان کردند. حبیب خدا را پرسید اون زنهایی که سرها سری خوک و بدنها بدنهای خر شدگی، اینها چگونه زن بودند؟ گفت اینها در دنیا به شوهرها سخن دروغ میگفتند، شوهرها را فریب میدادند، بازم این کوچه مردم کوچه را فریب میداد و سخن چینی میکرد، سخن یک زن میگرفت در پیش زن دیگر میبرد. از این خاطر خداوند با این معامله بد با او مراسا کردند. زنهایی که مثل سگ بودند اینها چیکار کردند؟ اینها در دنیا بخیل بودند، اینها در دنیا حسد داشتند. وقتی بهبودی در خانه شوهر را میدید در همو بخیلی میکرد است، در همو حسد میورزید است که شوهر من از دادرم دیده و از برادرم دیده بایتر است و خوشرویتر است و زیباتر است. از این خاطر خداوند این زنها را با این حیوان چیکار کرد؟ مبدل گردانید. از این خاطر من این صحبت بحر چی کرده ایستادم؟ به خاطر که خواهرهای ما بیدار شوند که حق شوهر بلند است. من نمیگویم که زنها حق ندارند. ما درباره حقوق زنها قریب 4-5 جمعه صحبت ها داشتیم که زنها چقدر حق بلند دارند. منم طرفدارم که شوهرها زنها را احترام کنند، زنها شوهرهاشون را احترام کنند. خواهرای عزیز، وقتی که تو معامله درست با شوهرت میکنی، دختری تو فردا با همون دامادی که میشود با همون مثل تو معامله میکنه. این بسیار یک تأثیر کلان دارد. در خانه اگر شوهر زبان خوب داشته باشد، زن زبان خوب داشته باشد، بچه‌ها